بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه. میخوایم کوتاه سیستم اجتماعی را به معرفی بگیرم که محصلین چگونه میتوانند داخل سیستم شوند. میایم در گوگل HEMIS نوشته میکنیم. در اولین لینکی که میاد سر از کلیک کرده اینجا صفحه یوزر و پسورد سیستم باز میشه و همو یوزر و پسورد که شما از ادمین سیستم یا هم از مدیریت تدریسی دریافت کردین. نوع یوزر را محصل انتخاب میکنین. اینجا ایمیل آدرس خود نوشته میکنین. من یک ایمیل آدرس با خود داشتم، فقط کپی پیست کردم. بعد از اون میاین در بخش پسورد خود را دایر میکنین، همون پسوردی که از مدیریت تدریسی دریافت کردین. وقت پسورد خود دایر کردین میاین به ورود به سیستم. در مرحله بعدی پروفایل شما باز می شود. اینجا پروفایل تان مکمل دیده میتونین، عکستان، نام، آیدی کنکور و تمام مشخصاتشان میتونین اینجا ببینین. در صورت که مشخصاتتان کدام چیز اشتباه رسیده باشه یا هم نظر به اسناد و سوابق تحصیلیتان یکسان نباشه، شما با مدیریت تدریسی به انزه مراجعه کنین تا او را اصلاح کنه. بعد از پروفایل در بالا دستی چپ اینجا کلیک کنین. 3 گزینه داریم. یکی گزینه تقسیم اوقات است که تقسیم اوقات روزمره را اونجا چک کرده میتونین. گزینه پروفایل است و گزینه نمرات است. من میرم سر گزینه نمرات. در گزینه نمرات تمام مضامین تان نمراتی که استادا در شوخه نمرات تان رسانده و در سیستم کرده اینجا برتان نشان میده که تمام مضامین تان، نمره مضمون تان، مجموعه نمرات و 700 نمرات که از اینجا شما میتونید نمرات خودم مشاهده کنید. پس میایم در گزینه های دیگر، میریم سر تقسیم اوقات. بخش تقسیم اوقات تمام مضامینی که شما روزمره میخوانین به سمستر بعدی بخیر در اینجا مشاهده خواهد کردین. روز یک شنبه شما کدام مضامین دارین اینجا لیست میشه و روز دوشنبه تمام معلومات درباره مضمون از کد مضمون، محل صنفتان که در کجا درس میخوانین، تایم درسی تان، دیپارتمنت، سمستر. بعد از او هم گزینه پروفایل است که پیشترم براتون تشریح کردم که از پروفایل شما میتونین تمام مشخصات سوانه تان ببینین. اگر خواستین پسورد خود تبدیل کنین، پسورد اکانت خود باید در کامپیوتر لاگین شوین. بعد از او سر نامتان کلیک کنین، گزینه نام جمعیه که کلیک کنین و پسورد خود تبدیل کنین.